ولقد ارسلنا موسی بیااتنا. این دیگه واقعه، هفتم واقعه است از موسی علیه السلام. قصه موسی علیه السلام بسیار زیاد در قرآن کریم زیاد ذکر میشه. چرا؟ زمانش نزدیک با زمان پیغمبر علیه السلام است. یک، شکل زندگی و دعوت موسی علیه السلام با شکل زندگی و دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار نزدیکت داره. خصوصا مهمترین نکته در بین هر دو قوم چیست؟ شما خبر داری؟ او را باید همیشه که داد از قوم موسی علیه السلام میشه. یکی است که قوم نااهل بود پرست بود، لیکن حکومت طاغوت. موسی علیه السلام پیغمبر مبارز است، نه تنها در مقابل یک قوم، در مقابل یک ظالمی وقت قیام است. یک. دوم، وام دارنده کتاب بزرگ بود که همه هدایات درون افته بود. محمد رسول الله دارنده کتاب بزرگ است. که بعد از آمدن تورات اختلاف کرده امتش و علماش کتمان کرده، نعوذ بالله مادیات دنیا را ترجیح داده. شما یاد داشته باشید که در امت پیغمبر علیه السلام هو به هو امو قسم است. اختلاف بعد از آمدن قرآن، بعد از آمدن حدیث اختلاف، و اینجا هم کتمان حق و پیروی از مادیات دنیا. امروز ما میبینیم، با چشم سر میبینیم داستانی که قرآن برای ما بیان میکنه مثل که سری خودی ما، فقط اصلا ما مصداق اینمی آیتا خود قرار بدیم خیر و خلاص، دیگه مصداق شاید هیچ نداشته باشه. امیر رقم است. میبینیم چرا مردم تباه شده، امت موسی علیه السلام چرا گمراه شد، علت گمراهیش چی بوده، اینجا برای ما میاد. ولقد ارسلنا موسی، یقینا روان کرده بودیم موسی علیه السلام بیااتنا، با امرای معجزات، با امرای دلایل نبوتش و سلطان مبین، با امرای یک حجت مبین و ناشکارا. سلطان او دلیل بیگه که غلبه سری خصم بیاره، خصم مغلوب بسازه، توان مقابله را نداشته باشه. عصای موسی علیه السلام گاهی اژدها میشد، فرعون گریز میکرد، پنهان میشد، پیشابش میرفت. این غلبه الی فرعون، بسوی فرعون و ملائه، به درباریای فرعون که سالا شکما را کلان کرده، چاپلوسی کرده، مفت خورده. فتبعوا امر فرعون، بجای از اینکه گپی واضحه سالمه صحیح را بپذیرن و تابعداری کردن از امر فرعون، دو معنا داره. از فرمان فرعون و فرمان داد مقابلی موسی علیه السلام شوه، یا کلگی آماده شد. یک، امر فرعون اینجا مراد از کار، امر کار است، کار. تابعداری کردن، روان شدن امر فرعون از طریقی فرعون، روش فرعون. کدام راه را که فرعون روان بودی مردم هم تابع از وا شد. او طریقه خوب بود چی؟ کیا روان شدن؟ نه. و ما امر فرعون برشید، نبود طریقی فرعون برشید ثواب، فایده من که آدم در هدف برسانه، بلکه راه هلاکت بود. خو راه هلاکت چرا چی کرد؟ برگزیدن مردم. یقدم قومه، ایتو راه هلاکت از فایده من به خاطر نیست که پیش میشه این از قومی خود. اینمی فرعون پیشوا میگرده برای قومی خود، امی فرعون یوم القیامت، در روز قیامت او پیش از قوم از پشت سرش، فاوردهم النار، پس در میاره امی قوم خود در آتش، خودی شام و قومی شام. و بئس الورد المورود، خیلی بد جای است. المورود، جایی که مردم ها دیش داخل شده که جهنم است، خیلی بد جای است. الله نصیبی ما نکنه. خیلی تابعداری طریقی فرعون کرده. فایده من بود؟ فایده من نبود. امروز کی میگه کمی را فایده مند است؟ کدام را فایده مند است؟ طفلان میفهمه که اگه آدم بگوی که مادرت پدرت وفات است، در جنازه شریک شوی، ببری قبرش بکنی، خاک سرش پرتی، بهتر است یا که در بازار چکر بزنی پشت کراکری؟ کدامش؟ طفل دیوانه میفهمه، دیوانه. این گپا را دیوانه میفهمه. ای توی ساده که 10 نفر در خانهت موجود باشه از دوستایت و ایجاب و قبول شوه، این خیلی بهتر است. نه تکلیف، نه رنج، نه غم، نه دویدن، نه مانده شدن، نه از کار و روزگار باقی ماندن، یعنی که به میلیون ها را پر در هتل مصرف کو. کدامش؟ هر کس میداره کدامش خوب است. اما هوس ها انسان نمیگذاره که تابع دین شوه. هوس ها انسان میکشانه. یه اونمی ابلیس لعینی است که برات مزین کرده میره. ذالک من انباء القرآن قصه و اتبعوا فی هذه لعنة، از پیشان شد، یعنی در پشت سرشان شد، فی هذه، در دنیا، لعنتا، لعنت از امی فرعون و قوم فرعون که او دوری از رحمت الله است، یعنی ایمان الله نصیبشان نکرد.
و یوم القیامت در روز قیامت هم مورد لعنت الله است که دوری از جنت الله است. بئس الرفد المرفود، خیلی بد است امو بخششی که المرفود داده شده برای ازیا. کدام بخششی که برای ازیا داده شده خیلی بد بود و مخالفت در دنیا از دعوت حق و جهنم در آخرت. اردو عطا یا بخشش های خیلی بد است. چرا؟ الله اسباب هدایت برش مهیا کرد. موسی علیه السلام روان کرده، دلیل پیش میکنه، معجزه را پیش میکنه، سر یزوم نمیپذیره. ذالک من انباء القرآن نقصه علیک، اینمی که تیر شد داستانای انبیا علیهم السلام 7 پیغمبر. من انباء القرآن از داستانای اهل قریه هاست، نقصه علیک که ما بیان میکنیم بالای توی پیغمبر علیه السلام. منها قائمون، بعضی زمزمی قریه ها قائمون یعنی آبادیش استاده است تا آلی را آباد است. مسلم مصر واره تا آلی را آباد است. فرعون در اونجا تیر شده بود. و حسیدون، بعضی قریه های است که درو شده یعنی اجن و آبادیشان هم باقی نمانده، فقط یک آثاری زندگی مردم در اونجا باقی مانده. کشت که درو شوه اینمی قسم اونمو شهرها و ایرانه افتاده، هیچ کسی در اون نیسته. ما این قصه را سری تو میکنیم. چرا؟ و ما ظلمناهم، اینمی قصه کردن ما بالای توی پیغمبر علیه السلام از انبیا علیهم السلام دلیل نبوتی توسته. چرا که واقعات و قصه ها توسط تعلیم تربیه از کسی حاصل نمیشه بلکه به ذریعه وحی است. و ما ظلمناهم، قومایی که سابق هلاک شده الله میگه ما سرشان ظلم نکردیم، بی موجب یار هلاک نکردیم، ولکن ظلموا انفسهم، لیکن واسری نفسای خود ظلم کردن، دعوتای انبیا علیهم السلام نپذیرفتن، بنده های هوا و هوس شدن، خواهشات نفسانی نعوذ بالله غیر الله را پرستش کردن. فما اغنت عنهم آلهتهم، دفع نکد از یا امو معبودایی که وا برش پناه می بردن، التي امو معبودا یدعون من دون الله که آواز می دادن در مشکلات و حاجتای خود بغیر از الله، من شیء، هیچ چیزی را از پیشان دفع نکد. کی؟ لما جاء امر ربک، زمانی که فیصله عذاب پروردگاری تو رسید هیچ چیز برشان فایده‌مند تمام نشد. و ما زادهم غیر تدبیب، زیاد نکد اینمی پیروی و عبادت غیر الله برای ازیا، غیر تدبیر بجز از هلاکت و خساره در بدر خاک بسر شد. چرا؟ کل عمر طاقت و نیروی خود بگوید سجده کردنی معبودای خود تیر کرده بود. حالی دیگه الله اینقدر اسباب هدایت برش داده بود اما یا رای غلط پیموده بودن. و کذالک اخذ ربک، این معاملات سابقه که سری قومای سابقه صورت گرفته، حادثای اتفاقی نیست، ناگهانی نیست که گاهی پیش شده باشه، بلکه یک قانون مستمر الهی است. الله متعال قانون نداره. کذالک مثل امتهای سابقه اخذ ربک، گرفتنی پروردگار توست. اذا اخذ القرى، زمانی که میگیره اهل قریه ها را، و هی ظالمتون، در حالی که یا ظالم باشه یعنی مشرک باشه یا انواع ظلم های دیگر را میکنه. ان اخذه علیم شدید، یقینا گرفتنی الله خیلی دردناک و خیلی سخت است، درناک است. چرا که عذاب الله از کل کده بالاست، شدید است، هیچ کسی از پیش خلاصی نداره. ان فی ذلک لآیه، یقینا در داستانایی که سابق تیر شد لآیتا، عبرت کامل است، لمن خاف عذاب الاخره، بله عبرت کسی میگیره که ترس از عذاب آخرت داره، میفهمه که من مسئولیت دارم میرم طرف الله، الله از ما سوال میکنه، این کلش برای فهمی ما درکی ما الله بیان کرده بود. اما کسی که عذاب آخرت حتی غافل است، هوا و هوس دنیا او را فرا گرفته و هیچ. ذالک یوم مجموع له الناس، اینمی عذاب آخرت در روزی است مجموع له الناس که جمع کرده میشه برایش کل مردم، مؤمنا مسلمانا کلگی اونجا جمع میشه. و ذالک یوم مشهود، این روزی است که کلگی شاهدی داده میشه در اونجا، از طرف ملائک، از طرف اعضا، از طرف زمین، از طرف امو تقدیرید کلش. و ما نؤخره الا لاجل معدود، ما او را پسان نمیسازیم مگر برای یک تاریخی که خیلی کم است، یعنی شمرده شده میشه، شمار میشه. مردمی قدر مست نباشه که البته عذاب الله نمیاد. یوم یاتی لا تکلم نفس، روزی که بیای عذاب ما یا این تاریخ بیا، لا تکلم، سخن زده نمیتونه نفس، هیچ نفس، پیغمبر، ملک، هیچ کسی، الا باذنه، مگر به اذن و اجازه الله متعال. دنیا واره نیست که بعضی مردم ها دست بالا میکنه، لاف از قدرت و دیکتاتوری خود میزنه،
اینطوری گپا اونجا نیست. این قدرت هایی که در دنیا الله مجازن به مخلوق موقت داده سلب میشه، قراری است. فمنهم شقی و سعید، دو طایفه جور میشه. بعضی از این مردم ها کسایی هستند که بدبخت هستند و سعید هستند و نیکبخت هستند. دو طایفه جور میشه، بدبخت نیکبخت. سرنوشتشان کجاست؟ فاما الذین شقوا، هرچی کسانی که بدبخت بودن، شک کردن، خلاف کردن از دعوت الله در دنیا، ففی النار، در آتش است، لهم فیها زفیر، برای از یا در آتش زفیر است، یعنی فریاد سخت است، و شهیق، ناله و زار است، یا زفیر نفس کش کردن است، و شهیق نفس کشیدن است، با مثل آواز خر. آواز مرکب نعوذ بالاول هو بلند میکنه، باز پس آواز چی میبره؟ فرو میبره. الله متعال نگاه کنه انسان، سختی جهنم اونقدر زیاد است که مثل مرکب باره، نعوذ بالله، آواز یک دفعه بیرون میشه و یک دفعه درون. خالدین فیها، همیشه میباشه درو، همیشه در اونجا میباشه. ما دامت السماوات والارض، تا وقتی که آسمان ها و زمین است. اینجا مراد از آسمان و زمین قیامت است. الا ما شاء ربک، مگر آن چیزی که الله بخواه. مراد از این است که در عذاب است یا جنت یا در نعمت است. اگر الله بخواه تبدیل در عذاب میاره، گوی یک آبی گرم گوی آتشی گرم، یک معنی است. دو معنی. خالدین فیها، همیشه هستند. ما دامت السماوات والارض، تا وقتی که آسمان و زمین است، یعنی ابتدا و آغاز دخولشان که دینمی جهنم داخل میشه تا که آسمان و زمین دنیاست. او خو بعد از اوی ختم میشه و یا داخل میشه، بعد از او دائمی باقی میمانه. الا ما شاء ربک، مگر که اگر الله بخواه. یعنی مراد از این است که او کسی را که الله بخواه که مؤمنا باشه در جهنم رفته باشه، لیکن عقیده توحید داره، پس از که تیر کردن عذاب الله باز الله متعال یاره در جنت میاره آخر الامر. بله، کسی را که الله بخواه که او مؤمن است. چرا کافر کسی که شرک کرده قطعا جنت حرام سرش که دیده بتانه. ان ربک فعال لما یرید، یقینا پروردگار تو کننده است لما یرید، هر آن چیزی را که الله اراده بکنه. اگر ای مؤمنا را بعد از عذابشان در جنت میبره، کس انتقاد و اعتراض نداره. 5 چیز از اسباب سعادت و نیکبختی است. نرمی دل. علامات نیکبختی 5 چیز است. نرمی دل، دلت نرم باشه، نصیحت سری قلب تاثیر داره، شفقت داری، ترحم داری سری کسی، زیاد گریان کردن از ترس عذاب الله متعال میشه، امیدای زیاد نه پیدا کردن که دور و دراز امیدا را پیدا کردی، از دنیا نفرت کردن، زیاد دوستی را برقرار قطع دنیا نکردن و دیگه حیا کردن از گناه ها و معصیت الله. 4 چیز دیگه علامات بدبختی است. شقیق بلخی رحمه الله او میگه دلت که سخت باشه که هیچ تاثیر نمیکنه سری تو، نه قرآن، نه حدیث، نه وعظ، نه نصیحت. دوم، هیچ وقت گریان نمیکنی از ترس الله متعال. خیلی میل و رغبت به دنیا داشته باشی که تمام عمر دیش و امیدای دور و دراز داشته باشی، هم در دنیا هم در آخرت. در آخرت امید داری که جنت برم داده بشه، بخشیده میشم، او در دنیا امید داری که فلان 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 منطقه و مرتبه دما حاصل باشه. این علامه بدبختی انسان است. الله نگاه کنه. خب و اما الذين سعدوا، ارچو کسانی که نیکبخت شدن، ففی الجنت، در جنت است، یعنی داخل میشن از اول در جنت. خالدین فیها، همیشه میباشد این جنت. ما دامت السماوات والارض، تا وقتی که دائم است آسمان و زمین، یعنی تا که آسمان و زمین است بعد از او که ختم شوه قیامت شوه یا داخل جنت میشه. یک ترجمه است. دوم ترجمه مراد از آسمان و زمین جنت است، تا وقتی که آسمان و زمین جنت است یا در جنت است. الا ما شاء ربک، مگر که الله بخواه. مراد از است یعنی او امو گناهگارای مؤمن که از کل مقدار آسمان و زمین قیامت نیست، بلکه یک مدت عمر خود دوزخ تیر کردن. اینی الا ما شاء ربک است. عطاء غیر مجوز، بخششای داده میشه به این جنتیا که قطعا نمیشه، به انتهاست. دنیا واری نیست که موسم داشته باشه و دنیا واری نیست که ختم شوه، نه ختم نمیشه.
فلا تکو فی مریة مما یعبدو هؤلاء. بله اینجا سعادت و شقاوت از کجا پیدا شد؟ الله متعال انسانها را پیدا کرد برای هدایتشان، مکمل تدابیر بزرگ گرفت، امکانات خیلی گسترده را برای انسانها داد، راه ها را برش بیان کرد، وضاحت داد. اینالی هر کس که سعادت حاصل کرده توسط به اختیار خود حاصل کرده، محنت کشیده، امکانات الله را در جای درست استفاده کرده. اما کسی که بدبخت است و خود به دست خود به اختیار خود امکانات از دست داده. فلا تکو فی مریة مما یعبدو هؤلاء. در تو را میگم دیوال تو بشنو، پیغمبر علیه السلام هیچ وقت در مقابل دعوت و دین خود شک نداره، ولو که در جانب مقابل جمهوریت و اکثریت است. یکی شور چیستا، غوغا، گپا، شایعات خیلی زیاد است. خو لیکن اینطور فکر نکنی که ولای دینی ما نعوذ بالله ناحق باشه، چرا که باطل و کفر به مثل اونمو زگ آب است که سر آب میآید، آب گم کرده می باشه. آب چی میکرده باشه؟ گم کرده می باشه. فاما الزبد فیذهب جفاء. بازو زک میروه میآید بخیر. در سوره رعد آیت برامون شما میآید. سر و صدا هیاهوی کفار آنقدر زیاد می باشه که آدم ور خطا می سازه و زیاد مردم در اونمو راه رفتن بس اوقات سبب شک انسان میشه که مبادا راه از او حق باشه. مثل که آلی مردم امی جمهوریت دلیل به خود گرفته رایسته، یک مردم خیلی غلط میکنن، یک مردم غلط نماز میخونن، نمیگن نمیتون میگن. الله متعال اگرچه پیغمبر علیه السلام در شک نمیفته، لیکن امتش در شک میفته. ما و شما واره مردم ها زود متاثر میشیم. بسیار مردم ها اینمی آوازه ها، اینمی سر و صداهای دنیای غرب واره در شک انداخته در مورد اسلام. نعوذ بالله. الله متعال درس میده. این درس است برای ما. هیاهوی زیاد، سر و صدای زیاد، شایعات زیاد، روان شدن مردم در یک جانب، این سبب از این نشوه که تو در دعوت و برنامه نعوذ بالله شک بکنی و بگویی که ناحق است. این حق است، چرا که از جانب الله متعال آمده. پس هیچ وقت انسان فریب نخوره. صحیح است که اون طرف خیلی زیاد هیاهوی است، اما این برنامه تو حق است. الله متعال میفرماید فلا تکو فی مریة، تو نشوی در شک، یعنی در کدام برنامه و دعوت توحید که داری اگرچه تابعدارای تو خیلی کم است، بالمقابل مردمایی که مخالفت تو را میکنه اکثریت هستند، زیاد هستند. فلا تکو فی مریة، تو نشوی در تردد و شک در مورد کدام چیزی که تو مردم به طرفش دعوت میدی یا در مورد برنامه. مما یعبدو هؤلاء، از وجه آن چیزی که عبادت میکنه این مردم، معبودای باطل پرستش میکنه، اکثریت مردم اون طرف روان است. در دل دی طور پیدا نشوه که مبادا برنامه از تو غلط باشه و نعوذ بالله درست باشه. قطعا ای گپ نیست. ما یعبدون الا کما یعبدو آباؤهم، عبادت نمیکنه این مردم ها مثل که عبادت میکرد سابقا. یعبدو آباؤهم من قبل، که پدرای خود عبادت میکردن پیش ازی بدون کدام دلیل و سند. تقلید کرکرانه بود، یکی پشت سر دیگه امور رقم روان بودن. این اکثریت به خاطر عزیزته که یا تعامل نکردن. اگر عمل کردی نیاکان و پدرای خدا مورد ارزیابی و تحلیل قرار میدادن، مفسده و زیان ازور زود درک میکردن. اما این مردم چون که همیشه عادت تقلید کرکرانه داره، روان است ملام روان است. زنی خدا گرفته کجا میری ملا صاحب؟ یک تعویض میگیره. بس کی؟ از آقا صاحب. از آقا صاحب ملا صاحب هم تعویض میگیره. چرا؟ اکثریت دیده. خانه اونجا در کدام جایی که هستی اونجا میبینی که حالات اینطور است، سری تو تاثیر میکنه. خیرت است. کجا بودی؟ ولی دین از پای منار رفته بودم. چی میکردی؟ همونجا مردم میره. چی میکنه؟ پای منار چی است؟ اوجا والا یک زیارت خیلی قوی است. زیارت قوی است. از رسول الله که زیارت قوی دیگه است. صحابه کرام همی کارایی که شما میکنی کرده، رفته. کدام موسم تعیین کرده برای عرسش، کدام موسم تعیین کرده برای خیراتش، صدقش، کدام مناره و گنبد سرش زده، کدام بیرق سرش زده.
کدام چیز است؟ تولی پیدا کو دیگه. خب اکثریت روان است. چی کنیم؟ مردم روان است. مردم روان است. این درس برای ماست. پیغمبر گاهی تردد نداره در دعوت توحید، در برنامه خود. در تو را میگم دیوال تو بشنو. چرا بس اوقات اینی طور اکثریت انسان در چی میندازه؟ در شک میندازه. نه، الله متعال میگه یا عبادت کردن مثلی که پدرای خود سابق عبادت کردن، همین تو روان است، تعامل نکردن. و انا لموفوهم نصیبهم، یقینا ما پورا دادنیستیم نصیبهم حسی از یاره مال دنیا را ابتلاء برای امتحان برش میدیم، غیر منقوصین، هیچ نوع کمی دیش نمیاد. یک، ما میدیم برشان حسیش. الله که در تقدیر چیزی را برش نوشته کرده، اگر او در زیارت بره اگر نره، امو چیز الله برش میده. اولاد الله در تقدیر نوشته کرده، امروز رفته در زیارت، پسان میگه کی را زیارت داده، حالا که الله نوشته کرده بود، الله در تقدیر برش نوشته کرده. و این را برای امتحان الله می کار میکنه که این را امتحان کنه که حالی تو راستی تا بگو با الله اتکا میکنی یا با قبر. کسی که دادی که وفات کرد عورت خود پنهان کرده نمیتونی، غسل تو دادی، در خاک تو ماندیش، جنازه را تو سرش خواندی، دعای مغفرت تو از الله برش طلب کردی، او بدبخت چرا حالی تو این را حاجت روا میدونی؟ امتحان الله متعال است. امتحانات الله خیلی زیاد است. امروز هم همینطور است. جمهوریت و اکثریت دنیا را یک دم دموکراسی سر رو صداست، های اوی است، کشوفش است، ولا بی دموکراسی نمیچله. چرا؟ دولت در انزوا قرار میگیره، دولت گوشه میشه. دولت الله تباه کنه کی طور باشه، انزوا باشه، کفر باشه، هیچ یک روز زنده با یک ساعت زنده باقی نمانیم، کفر خوش داریم. اینمی سر و صداهای هایی امی قدر مردمی که لوی جرگه جمع شدن خلاف شریعت فتوا دادن، اینا به خاطر چی؟ بگه به خاطر ازی کی یعبدون، بگه ما یعبدون الا کما یعبد آباءهم من قبل، از اول ولی ولا سر و صداست. اگر یاد دست بکشن افغانستان تباه میشه. افغانستان چرا تباه شد؟ تو الله هوش داده، عقل داده، کلیتان جمع شوی، به اهل رای بدی، به اهل والا از اهل حل و عقد پاچا بکنی، همین قسم اهل پیش کنی. خو اسلام هستی، در اسلام تسلیم هستی، قانون اسلام سر خود تطبیق کنی. چرا جنگ باشه، چرا جدل باشه؟ هر کس بخواد به اسلام میکنه کلگی در مقابلش بخیزی. چرا؟ کی میگه کی چی نیست؟ نه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.